اولین روز کاری من به عنوان پیک پیتزا یه اتفاقی افتاد که فقط تو فیلم‌ها میشه دید. به خاطر اون اتفاق تا مدت‌ها خواب بدی داشتم و مدام دچار فلج خواب میشدم. ماه فوریه بود و نزدیک ساعت تعطیلی مغازه بود. همکارم که معمولاً تا ساعت تعطیلی میموند اون شب یکم زودتر رفت. یادمه گفتش که یه مشکل شخصی داره که باید فوری بره. همون موقع تلفن مغازه زنگ خورد. ساعت از 12 گذشته بود و البته چیز عجیبی نبود که کسی همچین ساعتی واسه پیتزا زنگ بزنه. ولی بعد یادم افتاد که فقط من اینجام و خودم باید پیتزا رو ببرم. مدیرمون تماس و جواب داد و بهم آدرس مشتری رو داد. با چشمای مضطرب بهش نگاه کردم ولی اون اصلا به هیچ جاش نبود. هیچ راهی نداشتم. مدیر گفتش که فقط زود برگرد چون تا برگشتنت باید اینجا صبر کنم. آشپز با اخم پیتزا رو بهم داد و قشنگ معلوم بودش که اصلا حوصله نداره. آدرس رو کاغذ رو بلد نبودم و به هر حال مجبور شدم که برم اونجا. آدرسش از اونایی بودش که سخت پیدا میشه و بعد از کلی بدبختی خونش رو پیدا کردم. خارج از شهر بود. خونش آخرین خونه بود و روبروی یه جنگل انبوه قرار داشت. من همیشه از جنگلا میترسیدم، واسه همین سعی کردم کارو سریع انجام بدم و برگردم. وقتی نزدیک خونه شدم دیدم درش یکم بازه. عجیب بود. چند بار زنگ در رو زدم ولی هیچ کس جواب نداد. ناگهان یه باد اومد و در خونه رو تا ته باز کرد و حالا میتونستم داخل خونه رو ببینم. تمام چراغای خونه روشن بود و کاملا خالی بود. ناچار وارد شدم و گفتم که کسی هست؟ جوابی نیومد. ولی یه آهنگ ملایم داشت از ضبطی که روی میز کنارم بود پخش میشد. صدای موزیک توی اون سکوت مثل فیلم ترسناک شده بود و داشتم میترسیدم. حتی صدای نفسای خودم هم میشنیدم. اونجا بود که از پشت یکی از درای خونه صدای شنیدم. آروم رفتم سمت اون اتاق. نباید میرفتم. وقتی در باز کردم انتظار داشتم صاحب صدا رو ببینم. ولی با کابوس زندگیم روبرو شدم. یه آدم اونجا بود ولی مرده. جسدش توی دریایی از خون روی تخت افتاده بود. شکمش پاره شده بود و چشماش مستقیم به من زل میزد. دلم میخواست بالا بیارم. مثل فشنگ از خونه زدم بیرون. برام مهم نبود اون کی بوده یا کی این کارو کرده یا پیتزا چی میشه. جونمو برداشتم و رفتم و وقتی به عقب نگاه کردم دیدم یکی از پشت در همون اتاق داره نگاه میکنه. یه مرد بود و فقط میتونستم صورتشو ببینم. لبخند ترسناکی داشت. یعنی من 1-2 دقیقه با این مرد توی یه اتاق بودم؟ دیگه برام کافی بود. گاز دادم و فوری برگشتم مغازه و پیتزا رو پرت کردم تو صورت مدیر از همه جا بیخبر. بعد رفتم خونم اونو 4 روز تو تب سوختم. بعد از اونم از شغلم استفاده دادم. ولی چیزی که برام عجیب بود اینه که به جز اون خونه هیچ خونه‌ای چراغاش روشن نبود. انگار همشون متروکه بودن. اون موقع سعی کردم بهش فکر نکنم ولی حالا که بهش فکر میکنم تنم میلرزه. آخه اونجا کجا بود؟